الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، برادران و خواهران زیاد از اهل توحید امروز سوال می کنند که چگونه در راه الله خدمت بکنند و دعوت کرده باشند. برادران و خواهر موحدم، الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را ثابت قدم نگه دارد و حسن الخاتمه را نصیب بکند. بدان که فهمیدن توحید و عمل کردن بر توحید این توفیق الله سبحانه و تعالی بر تو بود. این دوستداری الله سبحانه و تعالی تو را بود که این بزرگترین نعمتش را نصیب کرد. و خدمت هر یک من و شما و خدمت هر یک شما بعد از فهمیدن توحید این است که همون چیز فهمیده خود را برسانید، همه به قدر و استطاعت خود. یک کسی است فقط به اهل خانواده خودش سخن کرده میتواند، پس به اهل خانواده خودش توحید را برساند. یک کسی هست به دهات خود، به جماعت خود میتواند که توحید را برساند. او قدر دارد، سخن او را گوش میکنند، پس باید برساند. اگر به زبان خودش رساند، به زبان خودش درس ها را گوش بکند، به زبان خودش. اگر توانست، اگر باز خواست که بهتر و افضلتر شود، درس ها را پهن بکند. و کسانی که به تلفن ها علم دارند، چگونه استفاده بردن این جهاز را میدانند و وقتهای خالگی زیاد دارند، به مانند استودنت ها، به مانند خواهرانی که در خانه می نشینند، اونها گروه های را ترتیب بدهند، گروه ها را سازند و این درس ها را به اونجا گذارند. البته اینجا یک شرط وجود دارد، درس های طلاب اهل سنت و الجماعت را. چرا که امروز بسیار جوان های هست از جوان های تاجیک هم که گروه های درسی دارند و مرجعه و جهمی هستند، یا مدخلی، یا که و غیره، یا که حزبی. اول شما بفهمید که طالب علمی که شما اختیار کردید کی است. اول عقیده اون را خوب بیاموزید، اول به گفته های او نظر بکنید و بعد از فهمیدن یک کس را انتخاب کردن، بعد از این یک گروه کشایید و دوستان جماعت خود را به همون جا جمع بکنید و درس ها را بگذارید. این یک دعوت است. شاید همین عمل شما را به جنت وارد بکند. خوشا به حال اون برادر و خواهری که درس های توحیدی و بیان حق را به برادران و دوستان خود میرسانند. قسم به الله که این اجر بزرگ است. در حدیث صحیح آمده است که امام مسلم روایت میکنند، والله اعلم، و در سنن هم آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: من دعا رجلا بالهدى كان له اجر مثل اجوره لا ينقص من اجر شيء. هر کسی که انسان را به هدایت دعوت بکند، پس اگر هدایت شود و چه عملی که میکند، همون عمل و اجر، همون اجر و پاداش را انسان دعوت کننده میگیرد. پس برادرم و خواهر بزرگوارم، منتشر سازید، دعوت را منتشر سازید. چگونه دعوت میکنید؟ با منتشر ساختن درس های طالب علمان اهل سنت، علما. و اما کسانی که از اینترنت خبر دارند، کسانی که سایت ساخته میتوانند، کسانی که علمی برنامه سازی دارند، علمی صفحه کشایی دارند، در یوتیوب صفحه کشاده میتوانند، در اینترنت صفحه کشاده میتوانند. وظیفه شما، خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم، با کشادن یوتیوب اسلامی، با کشادن صفحه های اسلامی و منتشر کردن درس ها در اونجا، با منتج کردن درس ها، با این آوازی MP3 که هست این را به ویدیو تبدیل دادن، و این بزرگترین خدمت است. شخصا خودی بنده تا همین روز از علم برنامه سازی بگویم یا منتج یا پروگرامیستی کم میدانم، یا بگویم اصلا نمیدانم، و به نهایت نیاز شدید به یک برادری دارم که در این راه
در راه منتشر کردن توحید، در راه خدمت کردن توحید همراه ما باشد که چندین سال است این چنین برادران کم هستند. پس برادران، یوتیوب ها را به نام اهل سنت بگشایید، درس ها را منتج بکنید، گذارید، پهن بکنید. برادران و خواهران عزیز، در فیسبوک، در ادنکلاسنیک، در اینجا نیز شما صفحه های خود را به نام های اسلامی گشایید، مردم را جمع بکنید و به اونجا مقاله های اهل سنت، سخن های حق علما، ویدیوها و این درس ها را پهن بکنید. شما هیچ وقت فکر نکنید که من چیکار میکنم. شما میتوانید بسیار کارها را، اگر هر یکی من و شما ساکت بمانیم، البته که حق البته آشکار نمی شود. همه باید کوشش بکند به قدر خودش. کسانی که مقاله نوشته میتوانند این درس ها را گوش بکنند، مقاله کنند، پهن کنند. پس هیچ کس نمیتواند بگوید که من دعوت کرده نمیتوانم. همه میتواند، همه به درجه خودش، همه به قدر استطاعت خودش، همه به کوشش خودش. پس برادران و خواهران عزیز، کوشا باشید در انتشار کردن توحید، در پهن کردن توحید، در رسانیدن توحید. بیایید دست همدیگر را بگیریم و این کلمة الطیبه، کلمة التوحید، کلمة الإخلاص، کلمة التقوى، کلمة عروة الوثقى، كلمة الإسلام، كلمة الإيمان، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم را به مردم رسانیم. حقیقت این کلمه، معنای این کلمه، طلبات این کلمه، اصل توحید، اصل ایمان و اصل اسلام را به مردم رسانیم. دعوتی که تمام پیامبران کردند ما هم بکنیم. بارك الله فيكم وحياكم الله بياكم.